به نام خدا و عرض سلام به یوتیوب چینل جوهر و بینش خوش آمدید. موضوعی را که امروز میخوایم با شما در میان بگذارم پذیرش تفاوت در ارتباطات میان فردی ما است. تفاوت ها چیزهای طبیعی هستند. انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن اینا با هم یک سری تفاوت ها دارن. یعنی شما در جامعه دو انسانی را پیدا کرده نمیتونه که یک نوع بینش و یک نوع رفتار و علایق داشته باشند. اگر افرادی در جامعه هستند که رنگ مورد علاقه شما را نمی پوشند یا کسایی هستند که رفتار مناسب حال شما را انجام نمیدن، حرف مناسب حال شما را نمیزنند، این به این معنا نیست که افراد مشخصا با شما سر ستیز یا جنگ دارند. نه خیر، شما باید تلاش و تمرین از این را بکنید که با پذیرشی تفاوت‌ها ارتباط سالم رقم بزنید. بنابراین شما به خاطر از اینکه بتونید به دراز مدت یا طویل المدت یک ارتباط سالم داشته باشه نیاز به این داره که تفاوت‌هایی که میان شما هست بس راحتی این تفاوت‌ها را بپذیرید. یعنی پذیرش تفاوت‌ها سبب از این میشه که شما به دراز مدت یک ارتباط سالم داشته باشید. البته که تلاش بکنه از منافع خودتان نگذره و همچنان علایق خودتان را بالای دیگران تحمیل نکنید. خب به خاطر از اینکه بتونیم ما این ارتباط را به دراز مدت بکشانیم راه ساده چیست؟ هر چقدر در ارتباطات خودتان کم توقع تر باشه و یک ارتباط بی مطلب برقرار کرده بتانید به همون پیمانه شما میتونه که ارتباط خودتان را طویل المدت بسازه یا ارتباط سالمتر برقرار بکنه. شما با پذیرش علایق و رفتارهای دیگران که با شما متفاوت است و البته برای شما زیانبار نیست میتونه که این ارتباط خودتان را به درازا بکشانه. تفاوت هایی که برای شما ضرری نداره میتونه به راحتی بپذیرید. یعنی اساسی ترین نکته در قبول کردن تفاوت ها این است که برای شما ضرر نداشته باشند. اما اگر پیامی در جریان ارتباط بر شما منتقل میشه که شما آزرده خاطر میشی ازش یا از نحوی رفتار جانب مقابلتان آزرده خاطر میشی و ناراحت میشی، بر شما ناراحت کننده است، خجالتی نباشید. تلاش روی ازی بکنید که به نحو سالمش بر جانب مقابلتان بفهمونه که این رفتار مناسب حال شما نیست. با تمرکز کردن روی موضوعات کوچک مانند نحوه صحبت کردن یا طرز لباس پوشیدن جانب مقابلتان ارتباطات خودتان را تخریب نکنه. طلایی ترین نکته پذیرش تفاوت ها در ارتباطات این جمله میتونه باشه که قرار نیست همه چیز مطابق میل ما باشه. یاد گرفتن این موضوع و پیاده کردنش در ارتباطات ما بسیار مؤثر بوده میتونه. اگر خواهانی هستی که با همراهی ما چیزهای مفید و سالم یاد بگیری چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.